نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا والشفينا حبيبنا اللهم صحبه اجمعين سبحانك اللهم انك انت العليم. سوره منافقون هست. ابتداء ربط و مناسبت این سوره با گذشته. در پایان سوره جمعه خواندیم خدای عزوجل دستور دادند که بشتابیم به سوی ذکر الله که یکی از تفاسیر ذکر الله خطبه بود. در خطبه پیام الله است درباره جهاد و درباره انفاق. اون را گوش کنیم و بر اون عمل کنیم. بیشتر در خطبه جمعه درباره انفاق صحبت می شد، خرج کردن در راه الله عزوجل. حال در این سوره در ارتباط با منافقین و بالخصوص این سخن منافقین و این گفته منافقین که گفتند لا تنفقوا علی من عند رسول الله، به همدیگر می گفتند ای یاران، ای دوستان، بر همراهان رسول الله خرج نکنید، به اینها پول ندهید، بذارید اینها خودشون از فقر و از گرسنگی متفرغ میشن، فرار میکنن، میروند. الله عزوجل در این سوره برای اینها زجر بیان میفرماید. خلاصه این سوره هم همینه که در این سوره بیان احوال خبیثه منافقین و صفات رذیله منافقین هست و همچنین زجر و توبیخ بر آنان و نیز زجر بر مؤمنین که ای مؤمنان، شما خودتون چرا بر برادرانتون انفاق نمی کنید تا نیازی داشته نباشن به منافقین؟ خود شما خرج کنید، خود شما انفاق کنید. الله می فرماید اذا جاءك المنافقون، ابتدا با زجر و سرزنش شروع میشه.
زمانی که میاین پیش شما منافقین، قالوا نشهد انک لرسول الله، به شما میگویند ما از ته دل گواهی میدهیم که شما رسول خدا هستید، شما فرستاده خدا هستید. خداوند عزوجل تکذیبشون میکند. اما اگر خداوند متصل بعد از این میفرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند گواه است که منافقان کاذب هستند، اگر این میفرمود این لکاذبون متعلق میشد به انک لرسول الله، یعنی اونها که میگن انک لرسول الله، خدا گواه است که دروغ میگن، تو رسول خدا نیستی، معنی این میشد، معنی به انحراف میرفت. به این خاطر در وسط الله عزوجل فرمود والله یعلم انک لرسوله، خدا میداند که شما رسول خدا هستید، فرستاده خدا هستید. اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میده که منافقین کاذبون هستند. منافقین در چی کاذبند؟ در نشهدو. در چی؟ در این که گفتن نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدهیم، دروغ میگن، شهادت نمیدهیم، اینا از ته دل قبول ندارن شما را به عنوان رسول الله. پس لکاذبون متعلق انک لرسول الله نیست، لکاذبون متعلق به چی هست؟ به نشهدو هست. این که آنها میگن ما گواهی میدهیم، اینا از ته دل گواهی نمیدهند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. این آیات اشاره هست به یکی از خباثت ها و یکی از یاوه‌گویی های منافقین. یکی از اصحاب به نام حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه روایت می فرماید، ایشون میگوید که ما می رفتیم به طرف غزوه مریسیع، یکی از جنگ هایی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند، یا سال 5 بود یا سال 6 بود، از همین 2 سال 1 ساله بود. می رفتیم به طرف غزوه مریسیع. عبدالله ابن ابی با بقیه گروپش، افرادش هم می رفتند. کاروان بود پشت سر هم، یک سر کاروان شاید 2 کیلومتر جلوتر است، سر دیگه 1 کیلومتر عقب‌تر، پشت سر هم بودند. این گروپ منافقین با هم بودند، چند نفر بودند و اینها هی داشتن تمسخر میکردن، مسخره میکردن. و من شنیدم از عبدالله ابن ابی که به دوستان خودش میگفت شما چرا بر اینها خرج میکنید؟ چرا مال به اینها میدید؟ شما از این به بعد یکی از شما حق نداره به اینها مال بدی، به مسلمان ها. شما بگذارید که اینها خودشون از فقر، از گرسنگی آخر فرار میکنند، ما سرمون راحت میشه. لذا یکی از صورتهایی که میخواید اینها را شکست بدید، اینها را پول ندید، سرمایه ندید. یکی اینو گفت و دوم اینو گفت که ما اگر برگردیم از اینجا به مدینه، باید این انسانهای بی ارزش را، انسانهای ذلیل و پست را بیرون کنیم. باید ماهایی که باشندگان اصلی هستیم، اهالی اصلی مدینه هستیم، افراد دارای جاه و مقام، شخصیت ها دارای شخصیت، باید اونها را بیرون کنیم و نگذاریم یکی از اینها تو مدینه بماند. حضرت زید ابن ارقم این کلمات را شنید. میگوید که من نوجوان بودم و جرأت نمی کردم مستقیم به رسول الله چیزی بگم، لذا من رفتم پیش عمویم، بیو گفتم که امو
امروز شنیدم عبدالله ابن ابی با تعداد زیادی از همراهانش این دو چیز را گفتند. یکی این که از این به بعد خرج نکنید بر اینها تا که بذار متفرق بشد. دوم که باید ما انسانهای عزیز با شخصیت این افراد بی ارزش را از مدینه بیرون کنیم. اما ایش نگران شد، آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و گفت که عبدالله ابن ابی چنین چیزی گفته، برادرزاده هم شنیده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ابی را احضار کردند. وقتی که آمدند و به ایشون گوشزد کردند، به او گوشزد کرد، خیلی سوگند یاد کرد، قسمهای بسیار غلیظ به حدی که آدم باورش میشد و گفت که من اصلا روحم خبر نداره چنین چیزی گفته باشه. ما چه اخلاصی داریم، چه محبتی داریم، چه احترام قائل هستیم برای شما، کجا ما این حرف میزنیم؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم علم غیب نداشت، باورش شد. زید رضی الله تعالی عنہ میفرماید که منو تکذیب کردند. گفتند چرا شما بدون تحقیق حرف میزنی؟ چرا پشت سری مسلمان ها هر چی که دلت میخواد درست میکنی؟ میگه من خیلی ناراحت شدم به دلیل اینکه شاهد و مدرک نداشتم، نتونستم اثبات کنم و در عوض خودم تکذیب شدم و خجل شدم، تا اینکه این آیات را الله نازل فرمود. در این آیات الله تعالی افشاگری کرد که اینها، این منافقین دروغ میگند، قسمشون دروغه، حرفشون دروغه و اینها از هر کسی اینها بدتر هستند. اذا الله میفرماید اتخذوا ایمانهم جنه، آنان گرفتن سوگندهای خودشان را سپر بلا، جنتا فصدوا عن سبیل الله، پس باز داشتند آنها از راه خدا، به وسیله این سوگند از راه خدا جلوگیری میکردند. انهم ساء ما كانوا يعملون، اینها آنچه که عمل میکردند بسیار بد بود، خیلی بد عمل کردند. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، این علت است. بد عمل کردن چیه؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، این به سبب این است که اونها ابتدا ایمان آوردن، بنویسید ظاهرا، ثم كفروا سپس کفر کردن بعد از ایمان، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ثمره نفاق بر دلهایشون مهر زده شده، اونها نمیفهمیدن. و اذا رأیت تعجبك اجسامهم، الله می فرماید هرگاه ببینی آنها را، تعجبك اجسامهم، اجسام اونها، هیکل اونها شما را در تعجب می گذارد، یعنی می پسندی، چنان ظاهرشون زیبا، ظاهرشون آراسته. و این یقولوا تسمع لقولهم، اگر آنها چیزی بگویند شما گوش میکنید سخن آنها را، به دلیل فصاحت و بلاغت، شیرین زبانی، چرب زبانی، شما دلتون نمیاد که حرفشون را گوش نکنید. یعنی ظاهرشون بسیار زیبا، هم هیکل و به ظاهر شخصیت خوب دارند، هم زبان نرم و چرب دارند، اما کأنهم خشب مسنده، هیچ فایده تو این هیکل و تو این زبان چرب نیست، چون اونها مثل چی میمانند؟ مثل چوب هایی که به دیوار تکیه داده شدن. خشب چوب هایی هستند که مسنده، تکیه داده شدن، تو خالی زود میفته، زود از بین میره. و چنان منافقین بزدلند، چنان سست و ضعیفند
که یحسبون کل صیحة علیهم، هر صیحی، هر فریادی، هر آیه‌ای نازل میشه آنها فکر میکنن بر علیهم گفته میشه هم العدو. الله میفرماید در حقیقت اینها دشمنند، اینها دوست نیستند. فاحذرهم، برحذر باشن از آنها. قاتلهم الله، الله اونها را نفرین کند، لعنت کرده الله از رحمت خودش دور فرموده. انا یؤفکون، به کدام سمت و سو اونها برگردانده میشوند، منحرف میشوند. یؤفکون یعنی ینحرفون، اینا به کدوم سمت میروند؟ اینها آیا راهی دارند، راه هدایتی دارند؟ نخیر. بعد از اینکه این افشاگری شد به منافقین از سوی مسلمانان راهنمایی شد، حالا اینکه اشتباه را کردید بروید خدمت رسول الله مغفرت بخواهید، به پیغمبر بگویید از خداوند برای شما معافیت بطلبد، خودتون هم عذرخواهی بکنید و از دل رسول الله به در بیارید. اما اینها تکبر کردند، گفتم ما کجا میریم و منت او را گوش میکنیم. الله میفرماید مرض دیگر اینها را غیر از نفاق استکبار. الله میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، هرگاه به آنان گفته میشه بیایید مغفرت می طلبد برای شما رسول الله، لووا رؤوسهم، آنها سرهای خودشون را کج می کنند. و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، آنان را می بینی که باز می دارند از راه الله در حالی که خودشان هم تکبر می کنند و یا اینکه خودشون هم باز می آیند، نمی آیند به مجلس شما. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ای پیامبر حبیب، ای پیامبر محبوب من، برابر است بر آنان اینکه شما مغفرت بطلبید برای آنان، ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت نطلبی، لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اونها را نمی بخشد. چرا؟ علت چیه؟ این علت است، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، به دلیل اینکه الله هدایت نمی فرماید قوم فاسق را، یعنی توفیق هدایت بهش نمیده. اینها قوم فاسقی هستند، خارج شدند از دین، اینها توفیق هدایت نخواهند یافت. و حال الله عزوجل می فرماید اون هر دو جمله را همینها گفتند، دروغ میگم ما نگفتیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا، اینها همان کسانی هستند که یقولون میگویند لا تنفقوا على من عند رسول الله، شما خرج نکنید بر آنانی که نزد رسول الله هستند، یعنی بر صحابه فقیر، بر صحابه نادار خرج نکنید. حتی ینفضوا، حتی که خودشان متفرق بشن، بروند از اینجا، خالی کنند و برن مدینه را. الله میفرماید مگر هرچی پول همین 4 قران شماست؟ الله مالک اینهاست، خالق اینهاست، رازق اینهاست، تمام خزائن آسمان ها و زمین به دست الله است. بعضی فکر میکنن ما که خرج نکردیم دیگه اینها از گرسنگی میمیرند. بعضی منافقین در هر زمان منافقین هستند، لذا به خاطر یک سری اهداف شاید پول بدن، هدف سیاسی، هدف پارتی و پارتی بازی، بعد وقتی که به هدفش نمیرسه قطع میکنه، فکر میکنه دیگه من هزینه که نکردم اینها 2 روزه متلاشی میشند، غافل از این که خزانه های آسمان ها و زمین به دست الله هم به دست شما نیستند. اینجا الله عزوجل جالب فرموده که ما هیچ وقت ذهنمان بر جیب افراد خاصی دوخته نباشد، ذهنمان به اون طرف نره، چشم ما دوخته نباشه که اگر اینها ندادن چی میشه. نه قطع کنند، دولت ها قطع کنند، ملت ها قطع کنند، شرکت ها قطع کنند. الله یکی را سبب میکنه، یکی را سبب جلوش را میگیره، یکی دیگر میاره. لذا الله میفرماید این جواب اون
یا وگویشون هست که لا تنفقوا علی من عند رسول الله. الله می فرماید ولله خزائن السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام خزانه های آسمان و زمین، ولكن المنافقین لا یفقهون، اما منافقان نمیفهمند، متوجه نیستند. این یک جمله. جمله دوم یقولون لئن رجعنا الى المدینه، آنها میگویند اگر ما برگردیم به سوی مدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، حتما بیرون میکند انسانهای با شخصیت، انسانهای عزیز، منها از مدینه، الاذل انسانهای ذلیل را. این انسانهایی که پست و نادر، اینها را باید بیرون کنیم، در حالی که این بیچاره ها عزت و ذلت را در چی میبینند؟ در پول، در حالی که عزت و ذلت در معیت الله است. ولله العزة ولرسوله، فقط و فقط برای الله است عزت و برای رسول الله است عزت، وللمؤمنین برای مؤمنان است عزت، ولكن المنافقین لا یعلمون، اما منافقان نمیدانند، فکر میکنند عزت تو مادیات، تو امکانات. خدا به کسی اگر عزت بده، عزت همونه. خیلی ها هستن خدا سرمایشون را از اونها میگیره، پس اونها ذلیل شدند. خیر، عزت و ذلت دار و مدارش بر سرمایه نیست. خب بعد از اینکه خداوند زجر و توبیخ بیان فرمود برای منافقان، حال توبیخ است برای مؤمنان. خب شما چرا غافل؟ شما خودتون چرا بر برادرانتون خرج نمی کنید؟ شما چرا انفاق میکنید که نیازی باشد به منافقین یهود؟ شما از این به بعد خودتون تجهیز کنید لشکرتون را، خودتون از خود کفا بشید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم، شما را غافل نکند، غافل و بیخبر نکند، غافل دور نکند مال شما و نه اولاد شما عن ذکر الله، از ذکر خدا. مال اولاد باعث نشه که از خدا فراموش بشه. ذکر الله به چه معنی هست؟ ذکر الله بهترین تفسیرش جهاد و انفاق. در احکام خدا ذکر خداست. شما تشریف ببرید به جهاد، این ذکر الله است. شما انفاق بکنید چون خدا را تو یاد میکنی که انفاق میکنی، این ذکر الله است. چه چیزی ما را نمیگذارد به جهاد بریم و چه چیزی مانع انفاق میشه؟ عرض به خدمت شما که مال و اولاد، انسان فکر میکنه من برم میمیرم، بچه هم یتیم میشن، کی سرپرست اینها بشه؟ خرج بکنه در راه خدا، فکر میکنه بچه ها از گرسنگی میمیرند، از کجا بخورند؟ همش همینه که من درآمد دارم. لذا مال و اولاد چیه؟ مانع خرج کردن، مانع جهاد هستند. الله می فرماید و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، هر کسی این کار را بکند، یعنی در غفلت مال و اولاد، در خدا فراموشی بگذراند، هر کسی این کار را بکند فاولئک هم الخاسرون، این افراد زیانکاران است. این ضرره، این زیانه. و انفقوا مما رزقناکم من قبل، الله می فرماید شما خرج کنید. این انفاق است، ترغیب به سوی انفاق. چرا شما خرج نمی کنید تا منافقین خرج کنند؟ شما خودتون خرج کنید. و انفقوا مما رزقناکم من قبل، شما خرج کنید از آن مالی که ما به شما رزق دادیم.
اینو فکرش هم بکن. شما از کجا آوردی؟ الله بهت داده. پس الله بهت داده، الله میگه خرج کن. خرج کردن باید آسان‌تر بشه. و انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از آنچه که ما به شما رزق میدهیم. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه پیش یکی از شما مرگ بیاد. وقتی که مرگ بیاد حسرت بخوره، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. اون وقت بگه که پروردگارا چرا مرا مهلت ندادی تا یک مدت نزدیکی، فاصدق و اکن من الصالحین، تا اینکه من صدقه بکنم در راه تو و از صالحین باشم. معلوم میشه انسان که بمیره برای خرج نکردن خیلی حسرت میخوره، بالخصوص خرج کردن در راه جهاد، خرج کردن در راه الله. خیلی انسان حسرت میخوره، خیلی پشیمان میشه که چرا من خرج نکردم. دو جا این در قرآن آمده که انسان حسرت میخورد برای دنیا. یکی این که برگردم به دنیا اعمل صالحا، دوباره عمل صالح انجام بدم. عمل صالح شامل همه اعمال، نماز، زکات، حج، جهاد و غیره میشه. دومی انسان حسرت میخوره همین که اینجاست که برگرده و صدقه بکنه. اونجا معلوم میشه صدقه چه خیراتی داره، چه منافعی داره. لذا انسان مهلت میخواد و ناراحت چرا مهلت داده نشد. رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، به اجلی نزدیک، فاصدق و اکن من الصالحین، اون وقت من صدقه می کردم و از بندگان صالح تو می شدم. الله می فرماید ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هرگز الله مهلت نمی دهد هیچ نفسی را از زمانی که اجلش بیاید. دیگه از اجل خدا تأخیر نمی کند. والله خبیر بما تعملون، الله عزوجل به اعمال شما خبر دارد. پس اخلاص را می دوند، ریا را می دوند. بنابراین قبل از اینکه به اجل برسیم الله می فرماید شما اینجا انفاق بکنید، خرج کنید در راه الله. این بود سوره مبارکه منافقون. و بعد از این سوره مبارکه تغابن میاد. در سوره منافقون بود که و انفقوا مما رزقناکم، الان خواندیم از مالی که ما به شما دادیم خرج کنید، چون همین سوره بحثشون انفاقه. در سوره تغابن در پایان سوره میاد که خرج نمی کنی حداقل به خدا قرض حسنه بده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض الحسنه بده تا برات ماندگار بشه، تا بهت برگرده. خلاصه این سوره در ابتدا الله عزوجل مجددا مسئله توحید را با دلائل عقلی ذکر فرمودند و تخویف دنیوی و اخروی برای کسانی هست که بر توحید پایبند نیستند و موضوع انفاق در راه خدا به صورت ترقی علی سبیل ترقی نسبت به سوره های گذشته بیان میشه. اما ابتدا همون تسبیح و تقدیس، یسبح لله، تسبیح میگوید برای الله. قبلا عرض کردم خدمت شما که تسبیح یعنی توحید، چون تسبیح یعنی پاکی خدا از عیب، از هر شریک. و ابتدای سوره هایی که بالخصوص این سوره ها اکثرا موضوعشون انفاق و جهاد است، در آغاز این سوره ها تسبیح میاد که این سوره ها را مسبحات هم میگویند. ذکر الله عزوجل با پاکی میاد که خدا را پاک بدانید و خدا را از شریک، از عیب، از همسر، از فرزند، اولاد پاک بدانید، پاک اعتقاد داشته باشید. در ابتدای این سوره ها میاد در واقع اشاره هست به اینکه همه
احکام دیگر مثل جهاد و انفاق به خاطر توحید است. پس اصل مسئله فراموش نشه. یسبح لله می‌نویسه قالا یا حالا، به صورت قال یا به صورت حال تسبیح میگوید برای الله، یعنی پاکی خدا را بیان میکند از شریکان. ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنهایی که در آسمان ها هستند و در زمین، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و تمام مخلوقاتی که در زمینند، به صورت قال به صورت حال تسبیح و تقدیس الله بیان میکنه. پس اگر ما شب و روز بگیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، ما هم جز همین ها هستیم که خدا از اونها تعریف میکنه، ما هم پاکی خدا را بیان میکنیم. له الملک و له الحمد، اینا خبر مقدمند، فایده حصر میدن. فقط و فقط برای اوست پادشاهی و فقط برای اوست حمد و تعریف. حمد کدوم صفات؟ صفاتی که مختص الوهیتند، که او اله است. و هو علی کل شیء قدیر، و اون ذات بر هر چیز قادر و تواناست. هر چیز را اون الله عز وجل انجام میدهد. هو الذی خلقکم، بیان تصرفات الهی بود، حال این دلیل توحید عقلی هست. هو الذی خلقکم، الله آن ذاتی هست که شما را آفرید. فمنکم کافر، بعضی از شما کافر هستید. و منکم مؤمن، بعضی از شما مؤمن هستید. اونایی که کافر هستند مظهر جلال الله، و اینهایی که مؤمنن مظهر جمال الله. جلال اشاره به صفت غضب است، جمال اشاره به صفت رحمت است. والله بما تعملون بصیر، الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید، به اعمال شما بصیر و بیناست، از اعمال شما خبر دارد. خلق السماوات والارض بالحق، باز هم دلیل، الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، ای لإظهار الحق، بخاطر اظهار حق و بخاطر اظهار توحید. و صورکم فاحسن صورکم، اون ابتدا دلیل عقلی آفاقی بود، این دلیل عقلی انفسی هست. ای انسان ها به شما صورت داد، به شما شکل داد. فاحسن صورکم، الله صورت های شما را بسیار زیبا قرار داد. چه شکل و شمایل زیبایی داری، چه قد و قامت زیبایی داری. حیوانات را ببین، بعضی حیوانات را انسان میبیند از شکلشون وحشت میکنند، بعضی انسان حالش بد میشه، اما انسان سربلند است، قد و قامت بسیار زیبایی دارد، اعضا و اندامش بسیار بلابر. چه زیبایی و چه خوشگلی الله به انسان داده. فاحسن صورکم، صورت شما را زیبا آفرید. و تفسیر بیضاوی جالب گفته فاحسنوا سرائرکم، ای انسان ها خدا که ظاهرتون را زیبا آفرید، شما باطنتون را زیبا کنید. فاحسنوا سرائرکم، زیبایی باطن چیه؟ زیبایی باطن اینه که اونجا شرک نباشه، اونجا کفر نباشه، اونجا نفاق نباشه، بغض و حسد نباشه، کینه نباشد، تنگ دلی و عرض کنم تنگ نظری نباشد، صفات بد نباشد، صفات خوب باشد که بر اثر اون صفات خوب اعمال خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب، گفتار خوب از شما صادر بشه. لذا فاحسنوا سرائرکم، شما داخلتون را زیبا قرار بدید. حتی لا تمسخ بالعذاب ظواهرکم، تا این ظاهر زیبا بد شکل نشه با عذاب، چون خدای نکرده این انسان زیبا وقتی که به عذاب گرفتار میشه، این انسان چهرش کبود میشه، چشماش خراب میشه و زیباییش کلا به هم میخوره، چهرش سیاه میشه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره سیاه میشه، کبود میشه. لذا فرمود که شما پس باطنتون را خوب بکنید،
تا اینکه فردا عذابی نباشد تا ظاهرش ما خراب بشه، بد شکل بشه. لذا الله می فرماید فاحسن صورکم و الیه المصیر، صورتهای شما را زیبا قرار داد و فقط به سوی الله بازگشت. یعلم سرکم، یعلم ما فی السماوات والارض. قبلا هم خوانده بودیم که دو صفت هستند از شرایط الوهیت. این دو صفت در هر که بودن او میتونه اله و خدا باشد، او را پرستش باید کرد. یکی این که مطلقاً تصرف و اختیار داشته باشد، هر کاری بخواد بکنه، که اون در گذشته خواندیم فقط برای الله است. لله ما فی السماوات ما فی له الملک له الحمد هو علی کل شیء قدیر. دوم علم غیب داشته باشه، از احوال عبادت کنندگان خودش خبر داشته باشه. لذا اینجا بحث علم غیب. الله می فرماید یعلم ما فی السماوات والارض، الله می داند تمام مغیبات آسمان ها و زمین را، و آسمان ها و زمین بجای خود، و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، میداند آنچه که شما مخفی میکنید و آنچه که شما علنی و ظاهر میکنید. و نه اینکه از مخفیات شما میداند، بلکه والله علیم بذات الصدور. این لحظه لحظه ترقی است، حتی خداوند از اسرار سینه های شما هم خبر داره. لذا از همه چیز الله اطلاع داره. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. الله تعالی تخویف دنیوی و نمونه از گذشتگان بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نیامد پیش شما اخبار کسانی که کفر کردن قبل از این؟ یعنی امتهای پیشین چگونه به عذاب خدا گرفتار شدند. الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا پیش شما نیامد اخبار آنانی که کفر کردند قبل از شما؟ فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، نتیجه دنیوی آنان چشیدند وبال امرشان را، کیفر اعمالشان را، و نه تنها به اون عذاب دنیا اکتفا میشه، ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک. چرا؟ خداوند علت عذاب دنیوی را هم بیان میفرماید، علت عذاب اخروی را هم بیان میفرماید. چون که اونها همون اعتراضاتی را میگفتند و میگرفتند که قریش مکه بر رسول الله ایراد میگیرد. پس شما و اونها ای قریشیان مثل همید، شما هم مستحق عذابید. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، این به سبب این بود که رسولشان با بینات، با دلائل، با معجزات پیش آنها می آمد. فقالوا ابشر یهدوننا، آنان چی گفتن؟ آیا بشری ما را هدایت می کند؟ امتها گفتن بشر میاد و پیغمبر میشه، چرا ملک نمیاد؟ فکفروا و تولوا، آنان کفر کردند و سر باز زدند، پشت دادند. و استغنى الله، خدا هم از اونها بی نیاز شد، خدا هم به اونها پروایی نداره. والله غنی حمید، چرا؟ چون خداوند همیشه بی پرواست، همیشه بی نیاز است، ستوده شده. میلیاردها مخلوق داره که او را تعریف میکنند، نیازی به تسبیح اینها نداره. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، عنایت داشته باشید که اونها اول توحید را انکار کردند، دوم رسالت را، فقالوا ابشر یهدوننا، سوم قیامت را. اصول دین این ستا هستند، اینا را که انکار بکنی چی میمانه؟ الله میفرماید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، این کفار میپندارند که هرگز اونها از قبرها بلند نمیشن.
الله میفرماید قل بلا و ربی، در پاسخ اونها بگو ای پیغمبر بلا، بله شما از قبرها بلند میشید. و ربی یعنی سوگند به رب من، واو قسمیه هست، سوگند به رب من لتبعثن، شما حتما مبعوث میشید، شما حتما از قبرها بلند میشید. ثم لتنبؤن بما عملتم، سپس به شما خبر داده میشه آنچه که عمل کردید، یعنی محاسبه اعمال شما صورت میگیرد. و ذلك علی الله یسیر، این بر خدا آسان است که شما را مبعوث کند، بلند کند و از شما سوال و جواب کند. فآمنو، حال وقتی که چنین مراحل صعب و مراحل سختی را در پیش داریم، باید به فکر فوز و فلاح باشیم. الله عزوجل اینجا اصول فوز را برای ما مشخص می‌فرماید. الله می‌فرماید فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان به خدا بیاورید و ایمان به رسولش بیاورید، توحید رسالت. و النور الذی انزلنا، و همچنین اون نوری که ما نازل کردیم، یعنی به قرآن ایمان بیاورید. والله بما تعملون خبیر، ترغیب توبه، خداوند به اعمال شما خبر داره، لذا برگردید ایمان بیاورید. یوم یجمعکم لیوم الجمع، این یوم یجمعکم متعلق لتبعثن هست. ما خواندیم قل بلا و ربی لتبعثن، سوگند به رب من که شما از قبرها بلند میشید. کی بلند میشیم؟ کجا بلند میشیم؟ یوم یجمعکم لتبعثن یوم یجمعکم، شما حتما از قبور بعث میشوید. کی؟ یوم یجمعکم، اون روزی که شما را جمع میکند. چرا؟ لیوم الجمع، به خاطر یوم الجمع، اون روز جمعه، همه بندگان باید جمع بشند. ذالک یوم التغابن، الله می فرماید اون روز روز تغابن است. تغابن یعنی برد و باخت، بسی انسان ها در اون روز میبرند و بعضی ها میبازند، مردود میشن. بسیاری هستند که مقبول، برنده، جایزه، نامه اعمال به دست راست، خوشحال، ها مقرؤ کتابیا، بیایید، افتخار میکنید، بیایید کتاب منو بخونید، ببینید که من قبول شدم، ببینید نمره 20. اما گروه دیگر شرمنده میشن، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش من این نامه اعمال به من داده نمیشد، کاش این نتیجه را من نمیدیدم. باز میگه کاش همون که مرده بودم خاک میشدم، دوباره زنده نمیشدم. لذا واقعا روز برد و باخت است. بسا افراد میبرند خدا ما را جز برندگان قرار بده و بسا افراد اونجا باختشون هست، زندگی را خراب کردند، اونجا چیزی ندارند در چنته. الله میفرماید ذالک یوم التغابن، این روز روز برد و باخت است. برندگان کیا هستند؟ بشارتشون بشنو. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد، یعنی اعتقادی درستی داشته باشد و عملی درست، و یعمل صالحا، عمل صالح انجام بده، یکفر عنه سیئاته. سبحان الله، اول الله عزوجل کفاره سیئات میکنه، دفع مضرت است، تمام پروندهش را پاک میکنه، گناهانش را پاک میکنه. حتی نمیگه ای بنده تو چرا فلان گناه را کردی، هیچ که با خبر نمیشه که این گناهانش پاک میشه. یکفر عنه سیئاته، الله تمام سیئات و تمام گناهانش را محو میگرداند، کفاره میگرداند.
و بعد جلب منفعت. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و الله او را داخل میکند در جناتی که جاری است از زیر درختان اون جنات نهرها. الله او را در باغات، در کاخها، در قصور، بهترین جاهات میده. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنات به صورت ابد میماند. ذالک الفوز العظیم، این فضیلت بهشته، این فوز عظیم است، این موفقیت بسیار بزرگی است. اما کسانی که بازنده هستند کیند؟ این تخویف. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آنانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را نپذیرفتند. ببین تکذیب یکی قولی هست، بگه من قبول ندارم، یکی عملی هست، در طول زندگی نماز نمیخونه، این چه مسلمانی هست؟ این عملا داره تکذیب میکنه ولو اینکه به زبان نمیگوید. اولئک اصحاب النار خالدین فیها، این انسان ها جهنمی هستند، اصحاب نار هستند، همیشه در آن نار میمانند. و بئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست. لذا شما خودتون را برای بردش آماده کنید. منظور الله اینه. اون روز تغابن است. سوره به همین خاطر سوره تغابن است که نام اون روز تغابن است. بعضی ها به غبن فاحش، تو کتاب های فقه خواندید، غبن فاحش کسی که فریب بخورد. بعضی ها در دنیا به غبن فاحش گرفتارند، چنان دنبال شیطانند، چنان دنبال هوا و هوس نفس هستند که هیچ خبری از آخرت خودشون نمیگیرند، هیچ نوع برنامه ریزی برای آخرت خودشون ندارند. اما بعضی ها نه، بعضی ها صاحبان توفیقند، اهل دل و اهل ایمان و اهل تقواند، شب و روز به فکر اندوختن برای آخرت خودشون هستند. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. خب الله عزوجل در ارتباط با انفاق فرمودن که شما ایمان بیاورید و خرج کنید در راه الله، ثمرات ایمان. بعد از انفاق جهاد است. الله می فرماید هر مصیبتی بیاید به اذن الله می آید. یعنی فکر نکن که مصیبت ها به خاطر جنگ می آید، به خاطر جهاد می آید. نه، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. معنی اول دفع جهاد، هیچ مصیبتی نیست مگر به اذن الله است. و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کسی که به خدا ایمان داشته باشد قلب او را خدا راهنمایی می کند. یعنی به وقت مصیبت قلبش راهنمایی میشه. یعنی چه؟ وقتی که بیاید مشکل مصیبت صبر می کند، استرجاع می کند، انا لله و انا الیه راجعون می خواند و می داند که این از جانب خداست. هدایتش همینه، می داند از جانب خدا، صبور میشه. چنانچه علامه آلوسی نوشته یهد قلبه، یعنی عند اصابتها للصبر، وقتی که مصیبت بیاید یهد قلبه. به خاطر چی؟ به خاطر صبر و الاسترجاع على ما قیل و انا لله و انا الیه راجعون، چنانچه گفته شده. و عن علقمة للعلم، علقمه میگوید خدا بهش این علم را میده به انها من عند الله، این مصیبت از طرف خدا آمده. فیسلم لامر الله تعالی و یرضى بها، در مقابل امر الهی تسلیم میشه و راضی میشه. لذا الله میفرماید که هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد خداوند قلبش را راهنمایی میکند، قلبا او را راهنمایی میکند، مصیبت را مصیبت نمیداند. والله بكل شیء علیم، الله تعالی به هر چیز علیم و داناست.
و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله میفرماید در مصیبت ها هم اطاعت خدا و اطاعت رسول کنید. مشکلات میاد هم شما به هوای نفس نگاه نکنید، اطاعت خدا و اطاعت رسول. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید. فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین. اگر شما اعراض کردید، اگر شما رویگردانی کردید، بدانید که فریضه رسول فقط بلاغ است که بلاغ به شما انجام گرفت. بلاغ مبین است، مطلب را به صورت شفاف برساند، همین وظیفه رسول. بعد از اون الله به حساب شما میرسد. الله لا اله الا هو، از جمله وظایف رسول بیان کردن این توحید است. الله ذاتی است که هیچ معبود به جز او نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. خب اولین پس مانع جهاد و انفاق مصائب بودن، مصائب و مشکلات درست میشه. الله تفهیم فرمودن که همه از طرف خداست. بعضی به جهاد میرن برش مصیبت میاد، بعضی نمیرن مصیبت میاد. اونی که به جهاد میره هم کشته میشه، اونی که نمیره تو تصادف کشته میشه، تو خونش میمیره. اینجا هم برش علتی پیش میاد، حتما تو جهاد نیست. دوم اینه که بعضی از موانع جهاد زن و فرزند انسان هستند، هم مانع جهادند هم مانع انفاقند. انسان فکر میکنه اگر به جهاد برم زن و فرزندم بیوه و یتیم میشند، برای نان و نفقه خودشون میمانند، لذا نه خرج میکنه در راه خدا که بر اینجا کم نیارم، نه به جهاد میره. این نوع زن و فرزند که مانع جهاد باشند و مانع انفاق باشند، اینا دشمنند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. همانا بعضی از همسران من تبعیضیه هست، همین نیستند. بعضی همسران هستند که تشویق میکنن مردان خودشون را، در کنار مردان هستند. همانا بعضی از همسران شما و اولاد شما عدوا لکم، دشمن شما هستند. ببین گاهی زن و فرزند باعث میشه، این صورتهای دشمنی خیلی زیاد. گاهی زن و فرزند باعث میشه انسان از طریق حرام به دست بیاره نان را. وقد يحملونهم على السعي في اكتساب الحرام و ارتکاب الآثام. باعث میشه انسان حرام به دست میاره، باعث میشه انسان مرتکب گناه بشه. میگه که از هر طریقی باشه باید پول به دست بیاد، ولی اینکه مشروب بفروشه، خواست شکم زن و بچه را سیر بکنه. لذا این نوع نان در آوردن و این نوع زن و فرزند باعث میشن چی؟ که اینها دشمن. یا بعضی از زن و فرزندها تقاضاهای کلانی دارن که از حد انسان و از وسع انسان خارج و بالاتره، اینها هم دشمنن. انسان مجبور راه انحراف را بگیره، راه غلط را بگیره تا به اونها برسه. بعضی از زن و فرزندها باعث میشند در بعضی اوقات سبب دشمنی میشند. مثلا کسی به اهل و عیال، به فرزند اذیتش میکنه، توهین میکنن، لذا انسان عکس العمل نشان میده و از حد میگذرد. لذا صورتهای زیادی دارند. الله میفرماید که بعضی از اینها دشمن شماست، فاحذروه، بر حذر باشید از اونها. هر جا به خاطر اونها قیام نکنید، در جایی که خلاف شرع نباشد. و ان تعفوا و تصفحوا، اگر شما عفو کنید یعنی مقابله نکنید با طرف، و تصفحوا، در گذر باشید یعنی از سرزنشش نکنید، و تغفروا، از ته دل بگذارید، همانا خداوند غفور رحیم است. این هم دو صورت داره. یکی این که خود زن و فرزند، یعنی وقتی که انسان میدونه زن و فرزندن عامل خیلی از بدبختی ها،
عامل نرسیدن به نماز، عامل نرفتن به جهاد، عامل نرفتن به حج. گاهی انسان عصبانی میشه که با اونها برخورد بکنه، بازم الله میفرماید نه برخورد نکن، عفو کن، درگذر باش، ببخش از ته دل، ولی کارت را انجام. گاهی دیگران ما را ناراحت میکنند به خاطر همون زن و فرزند، بازم اونجا الله میفرماید از صبر و شکیبایی عفو و گذشت کار بگیر. انما اموالکم و اولادکم فتنه، جزی نیست که مالهای شما و اولاد شما امتحان و آزمایشند. والله عنده اجر عظیم، الله عز و جل نزدش اجر عظیم هست. لذا شما به سوی اجر عظیم الله بشتابید، نه برای منافع زن و فرزند فقط فکر بکنید. فاتقوا الله ما استطعتم، از خداوند عزوجل بترسید تا جایی که می توانید. واسمعوا، خوب گوش کنید حکم خدا را. و اطیعوا، اطاعت کنید فرمان الله و رسول الله را. و انفقوا، و خرج کنید در راه الله. خیرا لانفسکم، یعنی یکن خیرا لانفسکم، این برای انفس شما بهتر خواهد بود. از خدا بترسید به اندازه وسع و توان. وسع و توان چی اندازه هست؟ و بعد این بحث را قبلا ذکر کردم، شاید فراموش کردید، که در سوره آل عمران میخوانیم اتقوا الله حق تقاته، از خدا بترسید همون ترسی که حق ترس باشه. اینجا نگفته حق ترس، اینجا گفته ما استطعتم، هر چی میتونه بترس. اینا با هم تعارض نیست، تناقض نیست. یکی مثلا این اندازه میترسه، یکی بیشتر میترسه، یکی بیشتر از اون میگه من بیشتر نمیتونم. بعض اون میگه نه، حق تقاته، حق ترس را باید داشته باشی. من خدمت شما همونجا عرض کردم که جواب و پاسخ این اشکال این است که اون فاتقوا الله حق تقاته درباره عقاید است، این درباره اعمال است. یعنی چه؟ اونجا حق از نظر عقیده، از نظر دیدگاه باید حق ترس را داشته باشی. این نیست که شما بگید بیشتر از این نمیتونم، نه، باید عقیده ای که خدا گفته داشته باشی در دلت، هیچ کسی را شریک ندانی، هیچ ذاتی را با او برابر ندانی. اعتقاد خیلی مهم است. برای هیچ کسی قدرتی مثل قدرت او قائل نباشی، برای هیچ کسی علمی مثل علم او قائل نباشی. این هست حق اعتقاد. اما در باب عمل هرچی که توان داری، فرایض و واجبات را انجام بده، اینو که هر کس میتونه. اگر نتونستی بیستی، مثلا بنشین. اگر نتونستی بنشینی، اشارتا نماز بخون. اگر الان نمیتونه روزه بگیری، مریضی، صبر کن، فعدة من ایام اخر، یا مسافری چند روز بعد که خوب شدی. اگر نه کلا نمیتونی، پیر هستی، زبونی و از کار افتادی، بس فدیه به جای روزه. چی؟ فدیه. الله عزوجل به اندازه وسع ما را مکلف کرده، توان ما. مثلا یکی هست که نماز شبش فوت نمیشه، یکی هست که نمیتونه نماز شب بخونه، خب اشکالی نداره، ولی عشاء و فجر حتما با جماعت بخونه. بس ما استطاعتم در باب چی هست؟ اعمال هست. و حق تقاته در باب عقاید. واسمعوا، خوب گوش کنید از الله، اطاعت کنید و خرج کنید در راهش. یکن خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه، هر کسی حفاظت بشه از بخل نفس خودش یا از حرص. دیروز خواندیم شح این است که تمنا بکنی که مال برادرت از او گرفته بشه، بدخواه اون باشه. از این صفت هر کسی که محفوظ بماند فاولئک هم المفلحون،
اینها رستگاران هستند با اعمال قبلی. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم. اینجا الله عز وجل انفاق را مطرح کرد مجددا. مدعای سوره همینه. الله تعالی می فرماید اگر شما در راه خدا خرج نمی کنید، حداقل قرض الحسنه بدید، به عوض بدید، بدهید، بگیرید. خدا به شما عوض میده، هم در دنیا میده هم در عقبا. لذا الله می فرماید ان تقرضوا الله قرضا حسنا، اگر شما به الله قرض بدهید، قرض حسنه، یضاعفه لكم و یغفر لكم، چند برابر میگرداند برای شما الله در همین دنیا، این نتیجه دنیویش، و یغفر لكم، این نتیجه اخرویش، الله شما را میبخشد. والله بكل شیء والله شکور علیم. خداوند قدردان شماست، قدردان اعمال شماست و حلیم است. الله عز وجل بردبار است. الله عز وجل زود مؤاخذه نمی کند، تحملش خیلی بالا است. عالم الغیب و الشهاده، این علت بردباری است، چون اون ذات هم از غیب خبر دارد هم از شهادت و حاضر خبر دارد. اون در باره آینده شما همه چیز را میداند. لذا الله زود مؤاخذه نمی فرماید. العزیز الحکیم، ذاتی هست که عزیز هست و غالب هست، کارهای او با حکمت است. به سوره مبارکه الطلاق می رسیم. سوره الطلاق در سوره های گذشته موضوع جهاد و انفاق بود. در این سوره هم اموری از انتظامیه درباره نظم و نسق خانواده، اون چه که مربوط به خانه و خانواده هست بیان میشه، تا در محیط خانواده نظم حفظ بشه، تنازعات و تنازعات و عداوت های خانوادگی تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به صلح و صفا بشه، تبدیل به جنگ و درگیری نشود. و همچنین بحث انفاق بر زن و بچه هم هست. خرج کردن فقط در راه جهاد و یتیم و مسکین نیست، به زن و بچه هم انفاقی حساب میشه. اما ابتداء خدای عزوجل امری از امور انتظامیه یعنی طلاق را ذکر کرده. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای نبی، اینجا خطاب رسول الله راست، مراد امت. ای قل امتک، ای پیامبر به امتت بگو، هرگاه شما طلاق دادید زنهایتون را، فطلقوهن لعدتهن، اونا را طلاق بدهید برای عدتشان. برای عدتشون یعنی چه؟ یک اختلاف شما در اصول خواندید بین فقها و ائمه بزرگوار، امام شافعی و امام ابو حنیفه. اون اینه که خداوند فرموده والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، زنهایی که طلاق داده می شوند اونها عده بگذارن 3 قرء. قرء کلمه ای هست مشترک بین طهر پاکی و حیض ناپاکی. الان 3 تا مریضی حساب کنن، 3 بار که ماهواری میشه، مریض میشه ماهانه، اون حساب کنن، یا 3 بار پاکی را حساب بکنند. امام شافعی میگه اینجا قرء به معنی طهر است. امام ابو حنیفه میگه قرء به معنی حیض است. 3 تا حیض حساب بکنه، اون میگه 3 تا طهر حساب کنه. خب یکی هست، اما وقتی که 3 تا طهر حساب بکنن، امام شافعی میگه این 1 طهر شد، بعدا 2 طهر، بعدا 3 طهر، در وسط 2 تا حیض آمد، 3 تا میگه تمام شد عدهش. اما امام ابو حنیفه میگه نه، اینجا که طلاق داده، اولین حیض که آمد اون یکی، دومی آمد 2 تا، سومی که حیض بیاد 3 تا. سومین حیض
از نظر امام شافعی عده نیست، از نظر امام حنیفه عده است هنوز. یعنی در همون حیض اگر با کسی عقد بکند از نظر امام شافعی عقد درست شده، از نظر امام ابو حنیفه نشده. اختلاف روزی همون 10 روز و 7 روز سومی هست. خب الان طلاق سنت چیه؟ انسان کجا طلاق بده؟ در زمان طهر طلاق بده. خب اینجا هر دو تا میگن فطلقوا لعدتهن، طلاق بدید برای عدتشون، یعنی فی عدتهن. امام شافعی میگه اینجا لام به معنی فی هست، یعنی در طهر طلاق بدید، و میگه عده هم همون طهر است. امام ابو حنیفه میگه این لام به معنی قبل است، لعدتهن یعنی قبل عدتهن، چون عده با حیض حساب میشه، در همون طور طلاقش بده. و احصل عده، و عده را حساب بکنید که چند روز شد. واتقوا الله ربکم، اما اینجا هم تقوا لازمه، کسی کتمان نکند، کسی دروغ نگوید، از الله بترسید که رب شماست. واتقوا الله ربکم. الله می فرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، تا زمانی که در عده هستند بیرون نکنید آنها را از خانه هایشان. ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه، و همچنین خود زنها خارج نشوند مگر مرتکب بشوند فاحشه مبینه. یعنی مراد از این فاحشه مبینه العیاذ بالله بی عفتی نیست که بیشتر در قرآن آمده، بلکه مراد از این خود خروج است. همین خارج شدن گناه است. مراد از فاحشه مبینه یعنی گناه، معصیت. زنها خودشون خارج نشند الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر اینکه مرتکب گناهی بشوند، یعنی مرتکب گناه خروج که بشوند، این دیگه گناه به گردن خودشون است، به شما مربوط نیست. لا تدری و تلك حدود الله، تأکید بر تعمیل احکام است. اینها حدود الهی هستند، قوانین و ضوابط الهی هستند. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کسی که از حدود الهی تجاوز کند بر خودش ظلم کرده. لذا باید ما پایبند حدود باشیم، پایبند دستورات الهی باشیم. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شما نمیدانی اگر اینها رو بیرون کنید شاید پشیمان بشی. چرا؟ لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خداوند بعد از این امری را ایجاد کرد. چه امری؟ چند صورت میتونه این داشته باشه. یک صورتش اینه که شما بیرون نکنید، اگر خودش بیرون شد شما بذارید تو خونه ایتون، چون امکان داره که مثلا یک طلاق داده، 2 طلاق داده زن داره عده میگذارند، بعدا شوهر پشیمان شد و هنوز که تو خونهش هست، در عده هست، میتونه رجوع بکنه، میتونه با زن در صورتی که طلاق باین است تفاهم بکنه، صلح بکنه، بگه مجدد عقد میکنیم، 2 تا طلاق دادم، یکی دیگه که مونده. یا اینکه در همین خانه شوهر هست، فردا معلوم شد بعد از 1 ماه 2 ماه که حامله هست. خب اگر بیرون میرفت حتما این چی میشد؟ متهم میشد که العیاذ بالله با کسی دیگه بوده. ولی وقتی که در خانه شوهر است و اصلا بیرون نشده، اون اتهام از او هم چی میشه؟ رفع میشه. بنابراین و صورت های دیگه شما نمیدانید، شاید خداوند امر جدیدی را ایجاد کرد. فاذا بلغنا اجلهن، این مطلقه رجعیه هست، هرگاه رسیدن آنها به مدتشان، یعنی عدت داره تمام میشه، فامسکوهن بمعروف، آنها را نگهداری کنید طبق دستور شرعی، او فارقوهن بمعروف، یا اینکه از آنها جدا بشید طبق دستور شرعی. و اشهدوا ذوی عدل منکم، و گواه بگیرید 2 نفر عادل از خودتون، یعنی اگر میخواستید نگه دارید هم، میخواستید رها کنید هم. و اقیموا الشهادة لله، این حکم برای شاهدانه. فردا نازم شد شما بیایید شهادت بدین،
برای خدا شهادت بدید. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این تأکید بر تعمیل است. چه کسی عمل میکنه به این دستورات؟ هر کسی که ایمان به خدا داره. ذالکم یوعظ، با این مسائل پند و اندرز داده میشه هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که از الله بترسد خدا برای او راه برون رفت از مشکلات. مخرج اون راهی که از مشکلات چی بشه؟ خارج بشه، خروج پیدا کنه، برایش پیدا میکنه. ببینید این درباره طلاق است. قال ابن عباس و الشعبی هذا فی الطلاق خاصتا، این در ارتباط با طلاق است. ای من طلق کما امره الله یکن له مخرج فی العده، هر طوری که خدا بهش گفته طلاق بده، یعنی طلاق ثلاث نده، طلاق بدعت نده، خداوند در عده برایش راه خروجی، راه برون رفت از مشکلات حل میکنه. مثلا کسی طلاق داده طبق دستور شرعی، فردا پشیمان میشه به خاطر بچه‌اش، پس راهی برایش هست، چون طبق دستور شرعی طلاق داد، مغلظهش نکرد. و بعضی این را هم گفتند که امکان داره زن و شوهر وقتی که بگم با هم دوباره زندگی بکنیم، شوهر بگه از کجا من این را نان و نفقه بدم؟ الله به اون میگه که من راه برون رفت از مشکلات برات پیدا کردم و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که شما فکرش را هم نکنید شما را خدا رزق بده. صورت دیگر امکان داره که مثلا زن عدهش داره تمام میشه یا تمام شده، خب اگر بگه دیگه برای همیشه از این شوهر جدا شه، دیگه برای شوهر حق رجوع نمیمانه، ولی چیکار بکنه این زن؟ کی از کجا نان بخوره؟ دلش میخواد دوباره همین شوهر برگرده. اینجا الله میفرماید که واقعیت را بگو، تقوا داشته باشی. این تقوا هر جا واقعیت، بعد خدا برات رزق حواله میکنه، تو نگران نباش. لذا در همه این صورت ها هر کسی تقوا را پیش بگیره، الله عزوجل راه برون رفت از مشکل را برش فراهم میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، الله برای او راه برون رفت را قرار میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، او را رزق میده الله از آن جایی که گمان نمی کرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ترغیب به توکل، هر کسی که بر الله توکل کند الله او را کافی است. ان الله بالغ امره، الله هر امری که اراده بکند اون را به تکمیل میرساند. بالغ امره یعنی یبلغ ما یریده عز وجل ولا یفوته مراد، هر کاری که خدا بخواد بکنه به همون مقصد او را میرساند و از او هیچ چیزی فوت نمیشه، هیچ مراد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله عزوجل برای هر چیزی حدی و اندازه‌ای تعیین کرده. لذا انسان وقتی که عده میگذراند، این حکمت اختلاف عده هست. یکی عدهش 3 ماه هست، یکی 4 ماه و 10 روز است، یکی به محض اینکه واضح حمل کرد. الله عزوجل این احکام را که نازل کرده قدری هم برایشون تعیین کرده. واللائی یئسن من المحیض، بحث عده آمد، زنانی که از حیض ناامید میشند. من نسائکم، از زنان شما. ان ارتبتم، اگر شما شک داشتید که این حیض هست یا نیست درباره عدهش، پس که آیا این مریضی گذراند یا نگذراند، پس برای عدهش 3 ماه حساب کنید. فعدتهن 3 اشهر، 3 ماه جایگزین 3 حیض میشه. اما واللائی لم یحضن، اون زنانی که حیضشون نمیاد، ها اینها هم عدهشون 3، اونایی که از حیض ناامید شدن و اونایی که حیضشون نمیاد. یعنی چرا حیض نمیاد؟ به دلیلی که بعضی زنها مریضند،
یعنی اصلا این مریضی حیض را ندارند، اونها هم 3 ماه و بعضی هنوز کوچکند به بلوغ نرسیدند، اونها هم عدهشون 3 ماه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، کسانی که حامله هستند و شوهرها اونها را طلاق میدهند، مدت اونها اینه که واضح حمل بکنند. امکان داره 9 ماه بعد واضح حمل بکنه، امکان داره 6 ماه بعد، امکان داره 6 روز بعد، فرقی نمیکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی از خدا بترسد الله کارهای او را چی میکند؟ آسان میکند. خب ذالک امر الله، این تأکید هست که شما باید به این مسائل عمل بکنید. چین اینجا دستورات خدا متوجه شما هست. این حدودی که بیان میشه، این قوانینی که بیان میشه، اینها در واقع دستورات الهی هست. الله میفرماید ذالک امر الله، اینها حدود الهی هست، اینها تأکیدات رب العالمین هست. انزله الیکم، نازل فرموده به سوی شما. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، هر کسی از الله بترسد، یکفر عنه سیئاته، الله کفاره می فرماید سیئاتش را، و یعظم له اجرا، و اجرش را الله بسیار عظیم می گرداند. ببین 3 آیه پشت سر هم، در هر 3 آیه تقوا و چه اثرات و چه ثمرات با برکتی. اولی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. دومی و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. سومی و من یتق الله یکفر عنه سیئات. بعضی از این اثرات شما دقت بفرمایید، بعضی از این اثرات دنیوی اند، بعضی از این اثرات اخروی اند. مثلا و یخرجه من و یجعل له من امره یسرا، این میتونه که هم دنیوی باشه هم اخروی، کارهای حسابهای دنیا و آخرت را الله آسان میکند. اما یکفر عنه السیئات، این اخروی. یعظم له اجر، اینم اخروی. اون اولی هم اخروی، چه دنیوی. یجعل له مخرجا، راه برون رفت از مشکلات دنیا. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون هم دنیا. پس همه مشکلات و مهمات دنیا و آخرت با تقوا چی میشه؟ حل میشه. حال زن تا زمانی که در عده هست باید سکنش هم بدیم، جایی برای سکونتش. خب این سکونت، جایی برای سکونت در چه حدی باشد؟ در حدی که وسع شما باشه. ما لازم نیست که مثلا 10 میلیونی برید کرایه بکنید، توانتون هر اندازه، 1 میلیونی، 500,000، هر چی توان دارید. الله می فرماید اسکنوهن من حیث سکنتم، آنها را اسکان بدهید همون جایی که خود شما اسکان دارید. من وجدکم، از توانتان، به اندازه توانتان. ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن، آنها را ضرر ندهید تا عرصه را بر اونها تنگ بکنید، یعنی بر اونها مشکل بگیرید تا فرار بکنند، تا شما کرایه برایشون ندید. نه، شما حکم خدا را، امر خدا را، ولو که هرچی به ضرر شما میشه اجرا کنید. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن، اگر صاحب حمل بود، حامله بود، خرج کنید بر او، نفقش بدید، روزیش بدید. حتی یضعن حملهن، حتی کن زنها واضح حمل کنند. فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن، الله می فرماید اگر همین زن بچه‌تون را شیر میده، حق الزحمه شیرش را هم بدهید. فآتوهن اجورهن واعتمروا بینکم بمعروف، بین خودتون مشوره هم بکنید بین طبق دستور شرعی. بچه را تا کی شیر بدید، برنامه‌ریزی برای بچه که به نفع بچه باشه. اما و این تعاصرتم، اگر بر همدیگر شما مشکل می گرفتید، زن می گفت این مقدار می خوام، تو می گفتی این مقدار میدم،
به توافق نرسیدید فسترضع له اخرى، پس طلب رضاعت بکند برای او یک زن شیرده دیگری را. به زن شیرده دیگر هم باید خرج بدی. لینفق ذو سعة من سعته، اونی که توانی دارد خرج کند از توانش. و من قدر علیه رزقه، هر کسی که رزق او تنگ است، دستش خالی است، دست و بالش خالی هست، اون فلینفق مما آتاه الله، خرج کند از اون چی که خدا بهش داده. همچنین زن را وقت طلاق میده و نفقه میده، چنانچه برای مسکنش گفتیم که به حال مرد نگاه کن، برای اون لباس متعه هم باید به حال مرد نگاه کرد، برای نان و نفقه هم باید به لباس مرد، باید به حال مرد نگاه کرد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این علت است. خداوند هیچ نفسی را مکلف نمیگرداند مگر به اندازه که به او داده. سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند عزوجل ان قریب بعد از سختی ها آسانی میاره برای شما. و کأی من قریة عتت عن امر ربها و رسله، در بخش دوم سوره الله عزوجل بعضی دیگر از امور انتظامیه را بیان می فرماید و همچنین تخویف دنیوی هست. خیلی از اهل قریه ها بودند که رسول آمدند، همین نوع احکام را برایشون بیان کردند، مردم از پذیرش احکام سر باز زدند. من خدای عزوجل اونها را به اشد مجازات گرفتار کردم. لذا الله می فرماید و کأی من قریة، چقدر از اهل قریه ها عتت عن امر ربها، نافرمانی و سرکشی کردند از امر پروردگارشان، و رسوله، از امر رسول. فحاسبناها حسابا شدیدا، ما آنان را حساب گرفتیم حساب سخت. و عذبناها عذابا نکرا، الله می فرماید ما آنها را عذاب دادیم عذاب ناپسند. فذاقت وبال امرها، چشیدند آن قریه ها و اهل آن قریه ها وبال کارشان را در دنیا، جزای عملشان را در دنیا. چی بود اون؟ و کان عاقبت امرها خسرا، عاقبت امرشان خساره و زیان بود. واقعا تو دنیا چون که خدا را ناراضی کردن، ضرر فاحش کردن، در آخرت چه خبره؟ اعد الله لهم عذابا شدیدا، الله آماده فرموده و مهیا فرموده برای آنها عذاب شدید، این در آخرت است. فاتقوا الله، الله می فرماید ای بندگان من از خدا بترسید. یا اولی الالباب، ای عقلمندان، اون عقلمندانی که الذین آمنو، اونهایی که ایمان آورده، شما از خدا بترسید، شما نافرمانی نکنید، چون که برای ایمان شما ما شارح فرستادیم، شرح می کند ایمان را، شرح می دهد ایمان را. شما از روی اون شارح به ایمانتون برسید، ایمانتون را تکمیل کنید. شارح چیه؟ قرآنه. قد انزل الله الیکم ذکرا، ما نازل کردیم به سوی شما ذکر را، قرآن را نازل کردیم. و بعض رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم ایمان را شرح می دهد و هم قرآن را. رسولا یتلو علیکم آیات الله، رسولی که تلاوت می کند بر شما آیات الهی را، مبینات، آن آیاتی که واضحند، روشن هستند. هدف آمده این رسول چیه؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تا که بیرون کند و اخراج کند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، من الظلمات الی النور، از تاریکی های شرک و جهل به سوی نور ایمان و قرآن. یعنی غرض بعثت رسول این نوع افراد هستند، یعنی اونهایی که انابت دارند و مقدرشون این چیز است.
ومن یؤمن بالله و یعمل صالحا. تکرار موضوعی گذشته است. هر کسی که به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، الله او را داخل میگرداند در جناتی که جاری است از زیر درختان اون جنات و کاخها و قصور اون جنات نهرها، خالدین فیها ابدا، اینها در اون جنات به صورت همیشه و ابد میمانند. قد احسن الله له رزقا، همانا الله عزوجل بسیار برای او رزق را مهیا فرموده. چه رزق زیبا و چه رزق جالبی الله تعالی اونجا برایش انتظام فرموده. خب پس تا اینجا ما خواندیم که کسانی که واقعا پیرو باشند، تابع باشند، به دستورات خدا عمل بکنند، احکام را، امور انتظامیه را یا امر جهاد و انفاق را، الله عزوجل همه نوع امکانات برایشون مهیا فرموده، از کاخ و قصر گرفته تا باغ و بستان و تا انواع رزق و میوه برایش منتظر هست. الله الذي خلق 7 سماوات، همان گونه که در ابتدا و پایان هر سوره بحث توحید است، اینجا هم بحث توحید، دلیل عقلیه. الله عزوجل می فرماید ذاتی که این اشیاء را مهیا می فرماید اون فوق العاده قادر است. نمونه قدرتش را نگاه کن. الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن، خداوند ذاتی هست که آفرید 7 طبق آسمان را و از زمین هم مثل آنان، یعنی زمین هم مثل آسمان 7 تا هستند. مفهوم ظاهر همینه دیگه. آیا زمین هم 7 تا هست مثل آسمان ها؟ این آیه همینو میگه 7 سماوات و من الارض مثلهن. برای شما این اشکال و شبهه پیش میاد که در قرآن مجید حتی یک جا خدا اراضی نفرموده، زمین ها، همه جا الارض، اما درباره آسمان ها سماوات، اکثر جا آسمان ها. برای آسمان ها جمع آورده. چرا اگر زمین واقعا 7 هستن چرا همه جا مفرد آمده، اراضی نیامده؟ مفسرین این جواب دادند، گفتن حق همینه که آیه میگه زمین ها هم 7 هستن، اما زمین ها که به صورت مفرد آمدند و جمع نیامدند، چون که زمین ها چنان با هم متصلند که 7 طبق زمین یا 7 تا زمین به مثابه ارض واحد است. لذا الله می فرماید و من الارض مثلهن، از زمین هم مثل اون آسمان ها. یتنزل الامر بینهن، امر خدا نازل میشه بین اینها. مراد از امر خدا کدوم امر؟ امر تکوینی و تشریعی بنویسید. امر تکوینی بارها خدمت شما گفتیم که اونه که خدای عزوجل در مقدرات یک امری مقدر میکند. مثلا یه بخشی از زمین را خدا میخواد که باران بده، آبادی بده، این یک امر تکوینی است. یه جای میخواد قحط بیاله، یک بخشی میخواد که رانش بیاد، یه بخشی میخواد الله عزوجل زلزله بیاد، یه بخشی میخواد الله چیز دیگه بیاد. پس این امر تکوینیه. امر تشریعی اینه که دستورات خدا اونجا اجرا بشن. مثلا خدا میفرماید نماز بخوانید، اونجا نماز میخوانید. فلان عمل نکنید، فلان عمل بکنید، اینا رو میگه امر تشریعی. لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا که شما بدانید که خداوند بر هر چیز قادر است. این خاصه تصرفات الهی است. تصرف الهی اینه که بر هر چیز قادر است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، این خاصه علمی الله تعالی است. الله تعالی هر چیزی را از نظر علم احاطه فرموده. صدق الله العظیم.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.